سرکاری من سرمحرری مجله ادبی علمی و فرهنگی طبی دردانه شرق اسدالله اسماعیل زاده. این مجله در دوره ازبکستان نو با تشبوس پرزیدنت مملکتمان برای تاجیکان ازبکستان تأسیس گردید و امروز سال سیوم است که این مجله در ازبکستان با تعداد زیاد چاپ شده ایستاده است. برای فرهنگ مردم، برای معنویت مردم، برای معرفی ادبیات تاجیک ازبکستان امروز خدمت‌های سزاوار دارد. من باوری دارم که این در برابر آن که ما فرهنگ و مدنیت تاجیکان ازبکستان را معرفی می‌نماییم، در این مجله صحیفه‌های مخصوصی برای ادبیات امروزی تاجیکستان، ادبیات امروزی ایران و افغانستان و تمامی فارسیگویان دنیا صحیفه‌های مخصوص تشکیل شده است. برای رونق ادبیاتمان، برای پیشرفت جمعیتمان، برای دوستی خلق‌ها مجله دردانه شرق یک پل دوستی می شود. من باوری دارم که امروز ادیبان ما را در مقیاس بین المللی می شناسند و در آینده این مجله برای دوستی خلق‌ها خدمت‌های ارزنده خواهد کرد. مجلت هر ماه چند مرتبه چاپ می شود یا هر سال؟ با کدام ولایت های ازبکستان میگیرند؟ تاجیکستان و افغانستان دسترس میکند نمیکند؟ مجله دردانه شرق این فصل نامه است. هر فصل یک مرتبه چاپ می شود. در یک سال 4 مجله ما چاپ شده به دستی خوانندگان می رسد. در تمامی حدود جمهوریت ازبکستان امروز ما مشتریان خود را داریم. از فرغانه، نمنگان، تاشکند، ولایت جیزه، نواحی، سمرقند، بخارا، قشقدریا، سرخندریا تمامی حدود جمهوریت ازبکستان میخوانند و امروز خوشبختانه در ولایت سوخت در شهر پنجکین ما نمایندگی خود را تشکیل کرده ایستادیم و باوری دارم که در تمامی آسیای مرکزی این یک مجله می شود که برای ما را همجایه نمودند، برای ما را همزبانان ما را با معنویت و با معرفت آشنا نمودند خدمت‌های سزاوار می نماید. تشکر، سلامت باشید.